حالا بیاد بیرون. پاسخ نیروی انتظامی به حقوق بشر به خواسته ما اینه. فیلم بگیر آقای نیروی انتظامی. اگه لاتی این همه مواد مخدر تو شهر جمع کن. اگه تونستی گوش کن داره حرف میزنه. یه مش کارگرن که خدا شاهد پول نون امرو بعضا رو ندارن. اگه لاتی برو مواد مخدر تو شهر جمع کن که زیر 2 دقیقه میشه مواد مخدر تهیه کنی. زیر 2 دقیقه. برو با خلج، برو فوتبال، برو چاش موشک. یه مش کارگر گشته چند ماه سرگردونن، چند ساله فقط بازیچه یه شخصی شده به نام عطاریان. آقا این که دفی ساخورستید. چرا مسئولی خودشونو زدن به کوچه علیچه؟ چرا استاندار هیچ صدا شهر نمیاد؟ چرا آیا استاندار خیانت کردی به مردم؟ آیا استاندار چرا عطاریان گذاشتی از این شهر بره؟ چرا این بساطو درست کردی؟ اگر این بساطو داریم آقایون مامورای نیروی انتظامی، اگر این بساطو داریم از بی ارزگی مسئولینه، از سکوت مسئولینه. بس دیگه این سکوت. خدا شاهده به جان تک دخترم، بچه تو راهم، خدا شاهده از باتومتو نمیترسم. یعنی اگه برم تو اوین از این زندگی کثافتم بهتره، از اینی که همیشه جلوی زن بچم کوچیک بشم خیلی بهتر از این باتوم شما. حرف هیچ موقع حرف از یاد آدم نمیره، این باتومه درست میشه. متاسفم برای دولت مردم، متاسفم برای مسئولین شهرم. همه کارخانات عراق همینجوری از بین رفتن. این شرکت نشد آونگان، این شرکت سکوت نکرد. متاسفم برات عزیز من تو نیروی انتظامی که باتومتو برای من نگه داشتی. شرکت آونگان تعطیل شد رفت. از حال زن و بچه‌ش خبر داری؟ شرکت صنایع تعطیل شد. آقای نیروی انتظامی پیشگیری میکردید. بیکاری موزل همه فسادهای اجتماعی. آقای نیروی انتظامی جوون شهرمون کجا بره کار کنه؟ بیا تو شرکت هپکو کجا نیرو میگیره؟ امنیت چجوری میخوای برقرار کنی؟ با زور یا با تدبیر؟ تدبیر تو اینه آقای نیرو انتظامی؟ آقای عطاران 1 نفره. اگه لاترید برید اونو بردارید بیارید. برای ما نمیخواد چاخوشونه بکشید. آقای نیرو انتظامی عطاران 1 نفره، اما گردن کلفت مفخوره. با تو بعد برای